اما این پایان داستان نیست، چون این داستان یه پایان دیگه‌ای هم داره. پایانی که هیچ کس تو اون دادگاه توی پاریس حتی نمیتونست فکرشو بکنه. اما برای رسیدن بهش باید 46 سال صبر کنیم. نیویورک سال 1951 توی آزمایشگاه تحقیقاتی شرکت جنرال الکتریک گروه کوچیکی کار روی پروژه رو آغاز میکنه. تمام اعضای این گروه یه سوگند محرمانگی خوردن. هدف اونا همون مسئله‌ایه که تمام شیمیدان‌های جهان رو تا قبل از اون شکست داده بود. تبدیل کربن به الماس. اما این بار واقعی و قابل تکرار. اعضای تیم حدوداً 6 نفر هستند. سرپرست اونا مهندسیه به نام آنتونی نراد. در کنار اون فرانسیس باندی، هربرت استرانگ، رابرت ونتورف و شیمیدانی به نام هاوارد تریسی هال. پسری که تو مزرعه‌ای توی ایالت یوتا بزرگ شده بود و از همون کودکیش بعد از خوندن قصه زندگی توماس ادیسون تصمیم گرفته بود دانشمند بشه. جنرال الکتریک پول هنگفتی خرج این پروژه میکنه. فقط برای ساختن یه دستگاه پرس عظیم $125,000 هزینه میشه و با این حال 4 سال تمام شکست میخورن. کم کم رابطه اعضای تیم از هم میپاشه. مدیرا بی‌حوصله میشن و بعدتر دیگه کار مدیرا از بی‌حوصلگی هم فراتر میره تا اینکه یه تصمیم خیلی مهمی میگیرن. پروژه سوپر پرشر به زودی طی چند روز آینده قراره تعطیل بشه. 8 دسامبر 1954 هربرت استرانگ آزمایش شماره 151 رو انجام میده. ظاهراً موفق شده. اما وقتی همون آزمایش رو دوباره تکرار میکنه نتیجه نمیگیره. اون شب دمای دستگاه یکم نوسان پیدا کرده بود. همون یه نتیجه درستم یه جور خوششانسی تلقی کرده بودن تا اینکه 8 روز بعد درست وقتی که فقط چند روز تا تعطیلی کامل این پروژه باقی مونده بود و بیشتر کارکنای آزمایشگاه برای تعطیلات کریسمس به خونهشون رفته بودن، تریسی هال تنها وارد آزمایشگاه شد. اون از دستگاه گرون قیمت جنرال الکتریک استفاده نمیکنه. در عوض دستگاهی رو به کار میگیره که خودش طراحی کرده. دستگاهی که اسم اونو بلت گذاشته. پرس قدیمی که حدود 35 سال از عمرش میگذره. سیستم هیدرولیکش اونقدر نشتی داره که هال مجبوره برای کار کردن با این دستگاه چکمه لاستیکی بپوشه. همکاراش از همون ابتدا نگاه مثبتی به طراحی دستگاه اون نداشتن. 16 دسامبر 1954 محفظه رو باز میکنه و داخل اون الماس وجود داره. وقتی زمان اون رسید که نتیجه رو به مدیرای جنرال الکتریک نشون بده، هال از ساختمون آزمایشگاه بیرون رفت. عمدن، چون نمیخواست هیچ کس بعدن هیچ نظری بده که اون به صورت عمدی یا یواشکی توی نتیجه این آزمایش دست برده. و جواب داد و دوباره امتحان کردن و بازم جواب داد و دیگه درست شد. فوریه سال 1955 شرکت جنرال الکتریک رسما به دنیا اعلام کرد که تونسته کربن رو به الماس تبدیل کنه. اما سهم تریسی هال از این موفقیت چی بود؟ کارفرماش در ازای حل مسئله‌ای که بیش از 1 قرن تمام شیمیدان‌های جهان وقت و عمر و انرژیشون رو پاش گذاشته بودن و نتیجه نگرفته بودن، اما اون تونسته بود که به نتیجه برسه، به اون یه اوراق قرضه پسنداز هدیه داد. منابع تاریخی در مورد ارزش با هم اختلاف دارن، اما باورتون نمیشه اختلاف بین $10 و $25. و این پاداش مردی بود که جواب بزرگترین سوال قرن صنعت الماس رو پیدا کرده بود. مردی که 1 قرن تمام شیمیدانها رو شکست داده بود. در حالی که همین شرکت از همین فناوری یه امپراتوری خیلی بزرگ واسه خودش ساخت. امروز در سراسر جهان الماس مصنوعی رو به اندازه تن تولید میکنن. مورخان هنوز هم بر سر این موضوع اختلاف دارن که افتخار اصلی این کشف باید به کی برسه؟ به تریسی هال، به آزمایش زودتر هربرت استرانگ یا به کل اعضای تیم؟ این بحث هیچ وقت به نتیجه قطعی نرسید. اما یه حقیقت هیچ وقت جای بحث نداشت. کربن، حرارت، فشار. همون جمله ساده‌ای که داخل اون پاکت مهرموم شده نوشته شده بود. اما صنعت الماس دست رو دست نذاشت. 7 سال پیش از اینکه تریسی هال اون چکمه‌های لاستیکی رو بپا کنه، تو سال 1947 یه نویسنده تبلیغاتی به اسم فرانسیس گرتی توی آژانس تبلیغاتی NY آیر توی فیلادلفیا 3 کلمه نوشت برای کمپانی دبیرز: الماس برای همیشه، دایموند فوراور. همین شعار موفق ترین شعار تبلیغاتی قرن 20 شد. این شعار به مردم یاد داد که الماس فقط یه کالا نیست، نماد عشق، نماد موندگاریه، نماد تعهد و همین باعث شد وقتی بالاخره الماس مصنوعی از راه رسید، صنعت الماس مجبور نباشه با علم شیمی باهاش مبارزه کنه. چون پیش از اون چیزی رو ساخته بود که هیچ کارخونه‌ای قادر نبود بسازتش.
داستان: جولیوس ورنر هیچ وقت هیچ کدوم اینا رو ندید. اون تو ماه می سال 1912 از دنیا رفت. آخرین فرماندار مدام العمر بازمانده شرکت دبیرز. 4 سال بعد از دادگاه لموان و 42 سال قبل از اینکه تریسی هال با اون چکمه‌های پلاستیکیش وارد اون آزمایشگاه بشه. اما یه نکته دیگه در مورد ورنر وجود داره که عمدن تا این لحظه نگهش داشتم. سال 1902 توی یه نشستی که توی خونه لورد روزبری برگزار شده بود، ورنر گفت I believe it would be wiser if we did it first. Yes, certainly. صنعت بریتانیا به متخصصای فنی نیاز داره، اما چنین افرادی رو دیگه نمیشه از انگلستان پیدا کرد و اگه قرار نیست همیشه متخصصای آلمانی استخدام بشن، پس بریتانیا باید مؤسسه علمی شایسته خودش رو بسازه. بعدن خودش برای تحقیق همین ایده ثروت هنگفتی هزینه کرد. عضو کمیته بنیانگذاران شد، شرکت ورنر بیت اند کمپانی. صدها هزار پوند بابت تأسیس این مرکز علمی هزینه کرد. در سال 1907 کالج سلطنتی علوم و فناوری یا همون امپریال کالج تأسیس شد. ورنر تو زمان حیاتش بازم به اونا کمک مالی کرد و پس از مرگش هم بخش بزرگی از دارایی خودشو برای بورسیه‌ها، آزمایشگاه‌ها و آموزش دانشمندان آینده به ارث گذاشت و در 8 ژوئیه 1909 تنها چند ماه پس از اون که اون پاکت رو توی دادگاه پاریس باز کنن، شاه ادوارد هفتم سنگ بنای مدرسه سلطنتی معادن رو گذاشت. جولیوس ورنر توی تولد مدرسه قرار داشت که قرار بود دانشمند تربیت کنه. همون مردی که معادل 10 میلیون پوند پرداخت کرده بود تا یک فرمول علمی توی اون پاکت مهر و موم شده برای همیشه پنهان بمونه. امروز الماسایی که توی آزمایشگاه تولید میشن خیلی راحت و ساده توی اکثر فروشگاه‌های جواهر فروخته میشن. از نظر شیمیایی هیچ تفاوتی با الماسایی که از معدن استخراج میشن ندارن. اونقدر شبیهن که حتی یک کارشناس حرفه‌ای هم تقریباً با چشم غیر مسلح امکان نداره فرق بینشون رو متوجه بشه. قیمت اونا به شدت سقوط کرده و همین یه فاجعه است. چون سر جولیوس ورنر یه ثروت هنگفتی هزینه کرده بود که همچین اتفاقی نیفته. حالا به این دوتا مرد فکر کنید. لموان همون مردی که لخت جلوی کارشناسا ایستاد و تظاهر کرد که از دل اون آتیش تونسته اون الماسای طبیعی رو درست کنه و درست همون لحظه‌ای که همه نفس‌ها توی سینه‌شون حبس شده بود، اون کاملا دروغ گفت و با دروغی که گفت تونست یه ثروت هنگفتی به دست بیاره. و از یه طرف دیگه تریسی هال، مردی که شب کریسمس توی اون آزمایشگاه وقتی که تیم به این حد رسیده بود که دیگه هیچ امیدی برای ادامه این پروژه باقی نمونده، با اون چکمه‌های پلاستیکیش، با اون دستگاهی که 35 ساله بود و کلاً هیچ امیدی به هیچ چیزی نبود، تونسته بود چیزی رو کشف کنه که یک قرن آدمای خیلی زیادی دوست داشتن این کارو بکنن، آرزوشون بود ولی نتونسته بودن و پاداشش فقط اوراق پسنداز قرض الحسنه بود که نهایتاً مبلغش به $25 میرسید. 3 سال تمام صنعت الماس توی دنیا به گروگان گرفته شده بود. تو تمام اون مدت حتی یک الماس دزدیده نشد. حتی یک قانون فیزیک یا شیمی هم نقض نشد و هیچ چیز هیچ وقت اثبات نشد. تمام اون چیزی که نیاز بود فقط امکان وجود یک ایده بود. شما نمیتونین یه ایده رو توی صندوق خزانه بانک زندونی کنین، فقط میتونین سالها پول بدین تا یکم زمان بخرین. پاکت خالی بود، اما ترسی که توی اون پاکت زندگی میکرد هیچ وقت خالی نبود. من نمیتونم کنار بیام که چرا بهش فقط یک ورق قرض الحسنه دادن، در صورتی که اون تمام اون معادل 10 میلیون پوند رو گرفت. همیشه همینه. بعد اصلا تو تاریخ هیچ اسمی از اون ایرانی با شرفی که اومده بود راستشو گفته بود نیست. فرانسه آخ امان از این فرانسه. من دارم همه تلاشمو میکنم که یه محتوای فوق العاده خوب در شأن شما واسهتون بسازم و از اینکه کامنت میذارین، لایک میکنین، شیر میکنین و کانال منو به دوستاتون معرفی میکنین خیلی 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 ممنونم. خدافظ.